$1800 مصرف شده. امی $1800 مصرف نیست. باز میگه که مردم تقاضایی رو نداشته باشه که ما برشان قصر جور کردیم. قصر نه آقای فرهاد، تو را به الله قسم میره برای فرزندای خودت لایق میبینی؟ ایرای زینا را لایق میبینی؟ موقت همی قسم میباشه. چرا موقت $70,000 میشد که امیره 10 تا خانه میساختین و درست میساختین و به این الله امرتان میکنه که امانت ها رو به اهلش بسپارین. کار یک عالم ببینین، کار یک دعوتگر بگیرین، کار یک مخلص ببینین، کار یک انسانی که نوازنده است و موسیقی می نوازه رو ببینین. و این هم شما احساس کنین عزیزا، پیامبر علیه السلام میفرماید که در آخر زمان میگه سالهایی به شما میاد که انسانهای فاسق، دروغگوی، منافق، راستکار